امروز قسم به الله سبحانه و تعالی یک نعمت بزرگش رو به ما داد، به مردم تاجیک. بزرگترین نعمتش چنگ زدن زنهای تاجیک به توحید است. قسم به الله چقدر انسان وقتی که از یک جانب میبیند لذت میبرد که الحمدلله که اگر مردها، بسیاری مردها اگر نامردی کرده باشند، زنها لیکن چخیل نباشد هم زنها حق رو چنگ زدن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردها رو پلیتیکاهای خبیثی، بازیهای خبیثی بسیاریش رو گمراه کرده است. اما زنها که در درون خانه بسیارتر می ایستند، بازیها و پلیتیکاهای بیرون و اون حزب و این آن که اینقدر همکاری ندارند، عادتا زنها فطرتشون تازه تر از مردها است. زنها مکار و فریبگر مثل مردها بسیاری مردها نیستند. زنها مثل بسیاری مردها زیناکر و خباثت نیستند. از همین جهت فطرت زنها به حق نزدیکتر است. الله اکبر، روز به روز زنها حق را قبول کرده شدند. ملتی که زنش حق را قبول کرد، بعد از 10 سال است یا 20 سال، در بالای این ملت تحولات عقیدوی توحیدی به وجود میاد. قسم به الله ملتی که زنهایش به توحید چنگ زدند و شروع کردند که توحید را بفهمند، این ملت بعد از 10 یا 20 سال تحولات بزرگ عقیدوی را مشاهده خواهد کرد باذن الله. زیرا که این مادران و این خواهرانی که امروز به توحید چنگ زدند، فرزندان خود را در اساس توحید تربیه میکنند، دخترش یا پسرش باشه. و این فرزند بعد از 10 15 20 سال انمون جوانی که به مانند ابراهیم مبارزه به کفر و مبارزه به شرک میبرد. شما بزرگان هستید، اهل توحید. شما کسانی هستید که بعد از 70 سال مستملکه، بعد از 70 سال الحاد و کمونیستی را منتشر کردن، دوباره زنده شدید. چشمه هستید که از زمین کفیدید و برآمدید. با وجود اینکه هیچ کسی دیدار شما را ندارد، با وجود اینکه هیچ کسی نمیخواهد که عقیده شما منتشر شود. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. این کفار، این اهل بدعت و این طاغوت پرستا میخواهند که با همین دهانهای یک پارچه زبانی لخشه‌ای کوچکی میده خود میخواهند که نور الله را نابود بکنند. و الله این نورش و این حق را و این توحید را کامل میکند، پره میکند، اگرچه همه کفار نخواهند. امروز نباشد، دیگر روز، لیکن روزی هست که عیناً انا همین حق زنده میشه. الله اکبر. پس من چرا نام خواهرها رو گرفتم؟ البته در سیره هم در آینده حالا میگذاریم و من مخصوص برنامه رو دارم. شاید روزهای یگان روز وقتم شد درباره زنهایی که کفر به طاغوت را انجام دادند از زمان، ببینید، اصحاب کهف، یا که پیش از اینها از زمان فرعون، زن فرعون چگونه کفر به طاغوت داشت، زنهای اصحاب کهف چگونه در راه کفر به طاغوت صبر کردند، مریم علیه السلام به سبب کفر به طاغوت و ایمان به الله به چه منزله رسید که از جنت برایش طعام می آوردند. و اون اصحاب اخدود، مادری که در بغلش کودکی شیرخواره داشت، او پادشاه کافر به خاطر مسلمان شدن مادرش گفت که از اسلامت بازگرد، از یکتا پرستی بازگرد، وگرنه من فرزند تو را به درون آتش می اندازم. مادر در حالت تردد شد، مادر ترسید جگربندش، فرزند زیبایش را به خاطر اسلام مادرش به درون آتش می اندازد. مادر در حالت تردد غلطید، در حالتی بود که
شک چیکار کنه؟ یقین، یعنی ترک به فرزندش قلبش میسوخت که فرزند به سخن درآمد، کودک نوزاد به سخن درآمد و به مادرش گفت مادرم ثابت باش که این آتش جنت است. اصحاب اخدود که در سوره قرآن به شما ذکر شد، همشون به خاطر تطبیق کفر به طاغوت، یک کودک به خاطر مادرش را در همین راه ایمان نگه داشتن صحبت کرد. این کودک به اختیار خود صحبت نکرد، الله کودک را صحبت کنانید در 2-3 روزگیش به خاطر ثابت بودن یک زن موحده. الله اکبر. چیزی نشدنی را الله شوانید به خاطر یک زنی که موحده است. بعد از این نظر بکن به خدیجه رضی الله عنها که جبرائیل آمدند بر نزد رسول الله و گفتند اقرأ منی و من الله علیه السلام، از من و از الله و از من به خدیجه سلام بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم. زنی که به جان خود، به مال خود، به آبروی خود، به همه وجود خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم و به این دین خدمت کرد. اولین شهیده که تا حالت مرگش راضی نشد که در حق رسول الله یک کلمه صحبتی به جا بگوید، این سمیه بود که ابو جهل او را اذیت میداد که رسول الله را دشنام بکند. راضی شد که بمیرد اما در حق رسول الله چیزی نگفت. انا این است زن، این زن بود. در تمام جنگ‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابیات از عقب رسول الله، از پشت رسول الله کمک کننده رسول الله بودند و در حالتهای ضروری قصه های را در آینده می آوریم که حتی به کمان می برآمدند و تیر پرانی می کردند. این همون زنهایی بودند که فرزندهای خود را شیر تربیت کردند، مرد تربیت کردند، حقگو تربیت کردند. وقتی محمد ابن اسماعیل بخاری تولد شد پدرش وفات کرده بود. مادرش این چنین تربیت کرد. انس ابن مالک وقتی که بگیم مالک ابن انس رحمه الله وقتی که تولد شد پدرش تا 30 سالگیش در هجرت و در جهاد در فتوحات بود. مادرش این چنین تربیت کرد. شیخ الاسلام ابن تیمیه را مادرش این چنین تربیت کرد و دیگر و دیگر. برای همین ما گفتنی هستیم که خواهران عزیز حرکت بکنید، کوشا باشید. اگرچه خود شما نتوانستید که عالم باشید، خود شما نتوانستید که بزرگ باشید، کوشش بکنید به قدر استطاعت بیاموزید، موحد مخلص باشید و فرزند خود را، شاید فرزند شما نباشد نبیره شما یک مجددین، یک فتح کننده و یک نابود کننده کفر و شرک و اهل بدعت باشد. هر کسی را که الله هدایت کرد گمراه کننده نیست و هر کسی را که الله گمراه کرد هدایت کننده نیست. و ما از الله سبحانه و تعالی عاقبت خیر میطلبیم، عاقبت خیر، حسن الخاتمه میطلبیم. بارک الله.